چنل یوتیوب ما خوش اومدین. این اولین ویدیو ما هستش و قراره توی این ویدیو بیشتر با ما آشنا بشید. بیشتر شما از این اینستاگرام ما اومدید، آیدیامون هم اینجا میذارم براتون. ما قراره توی این ویدیو در واقع به سوالات شما جواب بدیم، سوالاتی که راجع به حالا آشنایی بیوگرافیمون هستش یا این مدل سوال ها. هم من هم رضا اینجا هستیم که به سوالات شما جواب بدیم. اگر این پارت رو دوست داشتید، سوالات بیشترتون رو توی کامنت بپرسید که ما توی ویدیوهای بعدی بتونیم ازشون استفاده کنیم و ویدیوهای آشنایی بیشتری بگیریم. سوال اولی که پرسیده بودیم، چطوری با هم آشنا شدیم؟ از کجا شروع کنم؟ از اول. بچه‌ها دوست دارن از اول بدونن. از اول من با 2-3 تا از دوستام اومدن گفتن که بریم استانبول، نزدیک عیدم بود. عید که برج 9 اوایل پاییز بود. اوایلش من میگفتم نه کار دارم و فلان و نمیتونم. بعد دیگه اوکی شد. خاطر یکی از رفیقامون که خیلی شوخ طبعه گفتم باشه بریم. جمع کردیم و بلیط و همه چی اوکی کردیم، راه افتادیم که بریم سمت استانبول. ما توی اسمات در واقع توی ایران همون ندیدیم. ما توی استعاره. تو بگو از کجا تصمیمت چی شد؟ می‌خواستی؟ آره من اول اینو بهتون میگم که ما کلا توی ایران همون نداریم. یعنی یه جوری بود که توی استانبول همون دیدیم. درسته توی فرودگاه بود، ولی میخوام بهتون میگم توی فرودگاه ایران نبود، چون از 2 تا مقصد مختلف بودیم. رضا از تبریز بود، من فکر کنم از تهران بودم. آره چون اون موقع فکر کنم پرواز اهواز استانبول نمیدونم حالا یا کنسل شده بود یا هرچی یادم نیست، ولی یادمه که از تهران بود. خلاصا من رفتم، رضا اولش منو ندید، یعنی من فقط دیدمش. یه پسری که قدش از همه بلندتر بود چشمو گرفت. یکی از دوستام گفتم من از خیلی خوشم اومده، ولی خب اون موقع توی شرایطی بودم که بیشتر دوست داشتم تو خودم باشم و تنها باشم. یعنی میخوام بگم زیاد حوصله این چیزا رو نداشت. ما توی استانبول ورکشاپ داشتیم و به این خاطر رفته بودیم، یعنی من قرار بود اونجا کلاس برگزار کنم. بعد از طرفی هم رضا خب برای تفریح و اینا اومده بود با دوستاش. من اونجا دیدمش توی اون شلوغی حالا گرفتن پاسپورت و فلان و اینا دیدمش، ولی اون تقریبا میشه گفت نیم رخ بود. یه کت چرم پوشیده بود، زیرش هم یه لباس بافت آبی پوشیده بود. من چی پوشیده بودم؟ لباسی هم چی بود؟ دیگه دیدم. تو چی پوشیده؟ تو یه شلوار سفید این بگا با یه پافر بود. چی بود؟ پالتو بود. چی بود؟ یه ماسک زده بودی دیگه. ماسک من میزدم اون موقع همیشه به خاطر شلوغی ها اینا. من خیلی میترسم که مریض بشم، ماسک میزدم. با یه چیز سفید پوشیده بودی؟ آره سویشرت بود. سویشرت سفید با شلوار بگ سفید. درسته کرم رنگ بود تقریبا، خیلی روشن بود. رضا هم این تیپی که گفتم، حتی شلوارش هم حالت یک مقدار جذب داشت. چی یادم با کفشای مشکی. بعد خلاصه من دیدمش، به دوستم گفتم چقدر مثلا خوش تیپه و فلان و اینا، ولی دیگه رفتم و درگیر حالا دادن پاسپورت و این چیزا، گرفتن چمدون و اینا شدم، تا دیگه اون لحظه‌ای که ما می‌خواستیم بزنیم بیرون با هم دیگه چش تو چش شدیم. ما رفتیم نشستیم همونجا توی رستوران خیلی پشتمون بود، تو همون فرودگاه. با دوستم می‌خواستیم یه چیزی بخوریم، از بیرون در واقع رستوران با هم دیگه چش تو چش شدیم. اونجا دیگه اولین نگاه ها از اونجا شروع شد. بعد خلاصه هیچی نگاه با دوستاش اومدن توی همون رستوران نشستن. باز همینجور فقط نگاه اینا، هیچ حرفی زده نشد و اینا. ما اومدیم بیرون دیگه. اون لحظه‌ای که می‌خواستیم بریم بهم گفت که اومد جلو گفت که میتونم شماره تو داشته باشم؟ نه منم اصلا نگفتم نه، مزاحم نشید. اینا گفتم بلد. من واقعا حیرت کردم. آفرین بر شما. خیلی سریع شماره‌مو دادم و خلاصه من دیگه نت نداشتم. رضا فکر کنم دیگه نت نداشت. وقتی من رسیدم هتل، رضا برام توی واتساپ پیام گذاشته بود سلام. یعنی فکر کنم زودتر من رسیده بودی که نتت اومده بود، چون ما به وای فای اون هتل وصل شدیم دیگه، اونجا که نت نداریم. بعد آقا خلاصه برام نوشت سلام، من نوشتم سلام خوبی و فلان و اینا. بذار سریع یه پیام بفرستم. آره مسافرت کوفتش نشد تا رسید ببینم مثلا من پیام دادم یکم خوشحال بشه. باشه
بعد آقا خلاصه ما رفتیم بعد پیام دادیم و فلان و اینا با هم صحبت کردیم. بعد من بهش گفتم من برای ورکشاپ اومدم. بعد بگو تو چه فکر چجوری می‌کردی؟ دارم گوش میدم ریز بریز آره. ببینم. بگو اینجا شو. چون من بهش گفتم من اومدم اینجا ورکشاپ برگزار کنم، من میکاپ آرتیستم، اومدم اینجا ورکشاپ برگزار کنم. بعد تو چی گفتی؟ تو چی پیش خودت فکر می‌کردی؟ من فکر میکردم بار اولی که با یه دختر کوچولو نشسته بودیم فکر میکردم خانوادگی اومدیم. بعد خیلی تعجب کردم که مثلا چه عجب ورکشاپ عجیبه. دیگه نه یکی از دوستامون با بچه‌ش بود. بعد آره. فکر می‌کرد که خواهرمه یا نمیدونم چه فکری می‌کرد. ولی کلا نه بعدا بهم گفتی من فکر می‌کردم می‌خوای منو بپیچونی هیچ ورکشاپی در کار نیست. رفتیم رستوران ناهار بخوریم. نه اصلا قبل اینکه ما این قرار اولمونه. کلا وقتی من بهت گفتم من اومدم ورکشاپ برگزار کنم تو نظر چی؟ حالا یه حرفیه میزنه دیگه. فکر می‌کرد که مثلا من دارم میپیچونمش، میخوام مثلا با کسی دیگه باشم یا برم بیرون یا هر چی. بابا فکر کردم الکی. خب چی الکی ولی که چوسی چی؟ میاد. آها ما با هم صحبت کردیم و فلان و ایناش. دیگه تقریبا شب بود. برای فرداش ما با هم دیگه قرار گذاشتیم. گفت فردا ببینمت، فردا نهار برای تایم نهار میام دنبالت هتل. اسم هتل چیه و لوکیشن دادم و موقع چیز اومد دنبالم. نزدیکای فکر کنم ساعت 11 12 بود. داره 11 12 بود اومد دنبالم با تاکسی با یکی از دوستاشم بود. هیچ دیگه از همونجا رفتیم حالت خرید و اینا. بعدم رفتیم غذا خوردیم. غذامونم اسکندر کباب معروف. آره اسکندر کباب ترکیه خوردیم. خیلی هم دوست داریم و خوشمزه. همون موقع که من نشستم که غذامو بخورم مثلا اینجور روبروی من بود شروع کرد از من فیلم گرفتن. باورتون میشه؟ از نظرش حالا بعدا که گفت از نظرم خیلی بامزه بودی، مثلا غذا خوردن تا اینا خیلی بامزه بود، برای همین ازت فکر بابا اینجوری بودم وای چطور از من فیلم میگیره، بازش چیه؟ بعد مثلا سعی میکرد یه چیزایی بگی که من بخندم. بعد بهم گفت به خاطر این بود که خندت قشنگ بود واسه همین دوست داشتم اون لحظه ها رو فیلم بگیرم. گذشت و ما با هم بعد از اون نهار رفتیم خرید. شروع کردیم بیشتر با هم صحبت کردن. گفت هدفت چی از زندگی و از فلان و از این رابطه و اینا. گفت که من متولد مثلا کلا تبریز زندگی میکنم. منم بهش گفتم من کلا اهواز زندگی میکنم. یه مقدار راجع به خودمون خلاصه صحبت کردیم. بعد از من این سوال پرسید که هدفت از این دوستی چیه که مثلا الان با من اوکی شدی؟ بعد من خب اینجوری بودم خب حالا مثلا چند روز با هم دوستی بعد من میام اهواز هم میری تبریز دیگه چیه؟ اونم خودش درمد به خودت چی گفتیم؟ تو هم همچی فکر میکردی تو ذهن؟ آره دیگه. بعد گفتم اهواز تبریز این همه فاصله نه. بعد دیگه نمیدونم چطوری گولم زدی. خود هر دو تایمون خیلی فکر کردیم به این موضوع که تو یکی از شمالی ترین شهرهایی ما یکی از جنوبی ترین شهرهایی، اصلا مگه میشه همچین رابطه راه دوری؟ خیلی سخته. و بعد گفت نظر راجع به ازدواج چیه؟ گفتم ای کی دیگه ازدواج میکنه؟ این خودش گفت ای کی دیگه ازدواج میکنه؟ دو تایمون اینجوری بودیم که مثلا اصلا فاز ازدواج نداشتیم واقعا. دو تایمون اصلا قصد ازدواج نداشتیم. چیزایی بودیم که فکر کنم اولویت هزارم هم نبود. منم دقیقاً همینطور. فرداش ببینید اون شب ما کلا با هم بودیم. شبش رفتیم این ور اون ور رو بزن برقص و دیسکو و فلان و اینا. همون شب بود احساس کردم یه سری حسایی توی قلبم هست. یه حسی همون شب آره فرودگاه که دیدیم. نه اون موقع خوشم اومده بود ولی حسی که مثلا فکر می‌کردم این آدمو این میشه دوست داشت. چون حالا کاری نداریم قیافه رضا یه جوری بود اون موقع مثلا خیلی خوشتیپ و قدرم فکر می‌کردیم مثلا 100 تا دختر الان داره مثلا دوست دختر داره. منم واقعا وقتی باهاش رفتم سر قرار همچین فکر می‌کردم. ولی وقتی که بیشتر با هم حرف زدیم میگم شبش رفتیم خرید رفتیم این ور شام خوردیم دوباره رفتیم دیسکو گفتیم خندیدیم رقصیدیم و اینا. احساس کردم نه خیلی ساده تر و دلپاکتر از اون چیزی که من فکرشو میکردم. فکر میکردم خیلی گرگه ولی دیدم نه واقعا اونجوری نیست. بعد اینطوری هم چقدر خوبی تو؟
آره واقعا اینو حس کردم، احساس کردم توی دلم یه سری انگار حسم دیگه خیلی خوشم داره میاد ازش، ولی چیزی به رو خودم نیاوردم. تو حست چی بود بعد شب اول؟ مدلی که فکر میکردم مثلا فکر میکردم همون اوایل اخلاقمون با هم جور در نیاد، نق بزنیم الکی مثلا چرت و پرت زیاد بگیم. بعدش دیدم نه واقعا چی بود همون لحظه اول که منو صاف و دیدی؟ صادق بودی دیگه. دوست دارم که بدونم مثلا بار اولی که منو دیدی تو چه فکری کردی؟ مثلا من فکر کردم تو خیلی آدم گرگی هستی، میخوای گولم بزنی چند روز باشی بعد ولم کنی، مثلا همچین فکری میکردم، ولی بعد دیدم خب اینجوری نیستی واقعا و گفتم دیگه مثلا همون روز اول احساس کردم داره خیلی خوشم میاد. بعد دوست دارم ببینم که تو وقتی که منو دیدی چه حسی داشتی؟ فکر نمی‌کردم مثلا خیلی جدی بشه رابطمون. نه کلا راجع به شخصیت من چه فکری میکردی؟ اول که دیدی بعد که دیدمت فکر میکردم خیلی آدم تقصی هستی یا مثلا خیلی مغروری، مثلا خیلی سردی اینطوری. بعد که همدیگه رو دیدیم، حرف زدیم، چند تا جا رفتیم، دیدم نه خیلی خونگرمی، میشه روت حساب کرد اینطوری با معرفتی. خلاصه سعی کردیم که یه صادقانه بریم جلو. دیگه چی؟ آها رضا اول بهش گفتم متولد چندی، اول به من دروغ گفت. به من گفت که خب واقعا هم بهت نمیاد 74. به من گفت که متولد نمیاد، فکر کنم گفتی 70 یا 69 نمیاد، فکر کنم گفتی 70. آره گفت تو متولد چندی؟ گفتم 75. بعد گفت که من متولد 70ام. حالا شاید پیش خودش فکر می‌کرد اگه مثلا بفهمه که ما خیلی سنمون به هم دیگه نزدیکه من بهش بگم نه. البته که من توی ذهن خودم همیشه یه فردی بود که خیلی سنش مثلا بالای دهه 60 و اینا، یعنی خودم هیچ وقت فکر نمی‌کردم با یه 10-70 اینقدر مچ بشم و اوکی بشم، چون از نظرم همیشه خیلی بچه بودن، ولی خب رضا اصلا این حس رو نمیداد، حس مرگ بودن رو کامل میداد به آدم. شب اول گذشت دیگه، رفتیم هتلمون و فرداش دوباره ظهرش اومد دنبالم و دوباره همین آشنایی بیشتر و فلان و اینا. عصرش که شد بچه‌ها گفتن همگی با هم پاشیم بریم دیگه، ما ورکشاپ نه من با بچه‌ها رفتیم خرید، یه سری چیزا می‌خواستم بخرم. خب احساس شد واقعا مریض بودم. بچه‌ها رفته بودیم خرید دیگه، واقعا دیدم نمیتونم ادامه بدم، چشام سیاهی میرفت اینطوری. گفتم من میرم هتل استراحت کنم، تموم شدیم بیاین. بچه‌ها دیدم واقعا حالم خوب نبود، گفتم باش. سریع یه تاکسی گرفتم، دم هتل پیاده شدم اومدم گرفتم خوابیدم. بعد قبل اینکه بخوابم توی انگار یه تکست بهم داده بودی کجایی چی کار میکنی این چیزا. بعد بهت یه ویدیو مسیج فرستادم که حالم خوب نیست اینطوری خوابم و فلان. بعد دیگه تختش کردم و خوابیدم. بعد 1-2 ساعت خواب بودم، بعدش دیدم آقا در اتاق باز شد، تو با دوستت و با 2-3 تا از دوستای من که برگشته بودن هماهنگ شده بودی، آب میوه و خوراکی و چیزای خوشمزه. چون مریض شده بود بعد دیگه تصمیم گرفتم که مثلا برای چیز ببرم. بعد من اصلا راست میگه اون روزش ما اصلا همون ندیدیم، به خاطر اینکه من ورکشاپ داشتم، کامل ورکشاپ بودم. بعد که گفتم حالا کجایی چی کار میکنه اینا دیگه آخر کلاسم بود و من که یه ویدیو مسیج داد گفت که مریضم، اتاق نشون داد گفت هیچکی نیست، خودم تنهام، خیلی مریضم و اینا، میخوام استراحت کنم. گفتم که اوکی دیگه. فکر کنم گرفت خوابی، تا اون موقع دیگه من کلاسم تموم شد و خودم رسوندم پیشش، 1-2 ساعتی طول کشید و همین. حالش بد بود، ولی وقتی که من رسیدم به شکل معجزه آسایی واقعا حالش بد بود، هم تب داشت، اصلا کلا خیلی علائم سرماخوردگی اینا زیاد داشت. بعد وقتی که من رسیدم با بچه‌ها داشتیم میگفتیم و میخندیدیم و اینا، بعد همین که من پیشش بودم بعد احساس کردم یه حالش داره بهتر میشه، در حدی که شب گفت اوکی هم دیگه مثلا پاشیم بریم دیسکو. و واقعا هم شبش رفتیم و واقعا حالت خوب شد. حتی یادم یه لباس آبی پوشیده بودیم اون روز. اون روز آبی پوشیده بودی آره. ولی یکی یقه 7 بود. آره. من چقدر خوب یادم. آخه هوا یکم سرد بود، دوتاش بافت بود. اون یک بافت یقه اسکی بود، یکی بافت 7 بود. آره. بعد کم من چی پوشیده بودم؟ من اومدم داخل لباسم عوض کردم یادت باشه. یه هودی داشتی؟ نه تیشرت نه یه هودی داشتی سفید بنفشه. آره. اون یه هودی ازش گرفتم پوشیدم.
چون فکر کنم لباسم آستین کوتاه بود یا چی یادم نمیاد. بعد اون ازش گرفتم پوشیدم. بعد حتی یادم وقتی که گرفتمه یعنی پوشیدمش گفت خیلی بهت میاد، رو کلاهشو زدم ازم عکس گرفتن تا خیلی بامزه شدی و این صحبت ها. خلاصه دیگه خوشمون اومد. بعد آقا شبش ببین ماهایی که مثلا میگفتیم دیگه عشق وجود، مثلا روز قبلش ما میگفتیم ازدواج چیه دیگه، عشق وجود نداره مگه هست هنوز این چیزا و این داستانا. شبش قبل اینکه بریم دستامون اینجوری کردیم، تو گفتی انگشتتو بیار جلو، بعد من آوردم بعد اینجوری کرد، بعد گفت که خیلی ازت خوشم اومده و دوستت دارم و عاشقتم و اینا. یعنی من اینطوری بودم اکلیلی شده بودم، قول بده که مثلا همیشه با هم باشیم و اینا. منم گفتم باشه. منم خیلی اکلیلی شدم و گفتم باشه، منم خیلی از تو خوشم اومده و خلاصه حرفای دلمون رو به هم دیگه گفتیم. واقعا گفتیم که از هم دیگه خوشمون اومده، دوست داریم بیشتر همدیگه رو بشناسیم و از اینجور صحبت دیگه. خلاصه یه جوری شد که اون تقریبا یه هفته یا 5 روز سفری که من داشتم، یعنی ما داشتیم همشو کامل صبح تا شب با هم دیگه بیرون بودیم. حتی شبا هم میرفتیم بزن و برقص و اینا دیگه. دمدمای صبح هر کی میرفت واسه خودش هتل خودش میخوابید. ولی کلا میخوام بگم اون در واقع سفری که ما قرار بود مثلا این مجردی بره من مجردی برم، کلا قضیه عوض شد و واقعا هم سفر خوبی بود، خیلی خیلی خوش گذشت. بعد از 1 هفته که برگشتیم ما توی فرودگاه زار میزدیم. واقعا هیچکی باورش نمیشه. بگو تو، بگو از حست اون لحظه بگو. واقعا من که حس میکنم یه تیکه از قلبم داره میره، یعنی توی 1 هفته برای خودم شوک بود که اصلا چطور ممکنه بعد از 1 هفته من انقدر این آدم رو دوست داشته باشم که الان که داریم خدافظی میکنیم اصلا داشتیم میترکیدیم. واقعا احساس کردم یه تیکه از قلبم رو گذاشت. 2-3 سال بود که با هم بودیم. اصلا انگار نگار که ما 1 هفته از همون میشناسیم و واقعا به شکل معجزه‌آسایی من احساس میکردم واقعا عاشق شدم. فیروز واقعا عاشق شدی. ولی هی میخواستم مثلا برو خودم نیارم. آقا خلاصه رضا رفت شهر خودش، من رفتم شهر خودم. کلا ما یه رابطه لانگ دیستنس داشتیم. این 2 سالی که با هم بودیم و کلا راه دور بود. هر چند وقت یه بار تایم میذاشتیم با هم دیگه، سفری قرار چیزی میذاشتیم همدیگه رو چند روزی میدیدیم. بعد یادمه بعد از همون بار اولی که دیگه خدافظی کردیم به من زنگ میزد میگفت من دیگه نمیتونم تمام کنم، بذار بیام و اینا، که من بهش گفتم بابا به خدا سر کارم اصلا تایم نیست، تو هم به کارات برس تا یه تایمی بشه. یه 3 هفته بعدش بود که سفر کیش شما اول شمال بعد کیش رفتیم. راست میگی. بعد پاشیم با هم دیگه رفتیم شمال و تقریبا از یه هفته هم شمال بودیم و گفتیم و خندیدیم و خوشحال بودیم و خلاصه که اینجوری بود داستان. توی این 2 سالم گفتم هر 1-2 ماه اگه این سوالم پرسیده بودید که هر چند وقت یه بار همون میدیدی، تقریبا 1 ماه، بعضی وقتا 1 ماه و نیم، خیلی کم پیش میومد که به 2 ماه هم برسه. سفر هم ایران داشتیم هم خارج ایران داشتیم دیگه، اینجوری بود مسافرتامون. هم من تبریز میرفتم هم رضا اهواز میومد یا شهرهای دیگه. خلاصه که خوش گذشت این 2 سال. سختی‌های خودشو داره واقعا رابطه راه دور. اگر دلخوری چیزی پیش بیاد پیش هم دیگه نیستید که بتونید منظور واقعیتون رو به هم دیگه برسونید. خیلی وقتا هست که دوست داری مثلا با پارتنرت بری بیرون، بری جشن، بری مهمونی، یا اصلا میای خونه دیگه مثلا بگی خستگیمو مثلا بذارم دیگه کنار، برم یه تکیه به دوش اون بدم، ولی خب اون نیستش. سختی‌های خاص خودشو داره و دلتنگی‌های زیادی داره. ولی خب از پسش بر اومدیم. این 2 سال به خوبی و خوشی گذشت. بالا داشتیم، پایین داشتیم، گریه داشتیم، خنده داشتیم. خیلی‌ها پرسیده بودن که شما دعوا میکنید. بله ما هم مثل همه زوجا دعوا میکنیم، ولی میتونم بگم که چون یکی پرسیده بود چند بار کات کردیم. ما اصلا کات نکردیم. ما اصلا کلا هر وقتم که بحث و دعوایی میشد همیشه سعی می‌کردیم راجبش یه تایمی به هم بدیم. خستگیمون مثلا میگم عصبانیتمون یه مقدار فروکش کنه
بعد از اون مثلا راجبش صحبت میکردیم و مشکلمون رو حل میکردیم. یعنی اینطور نبود که خیلی بخوایم کشش بدیم و همو اذیت کنیم بود که مثلا سر یه موضوعی بحث میکردیم، بعد بحث و فلان و دعوا، بعد من میگفتم دیگه من میرم باشگاه، خداحافظ. میرفتم باشگاه میدیدم بیوش رو پاک کرده، بلاکم کرده، فلان طوری میدیدم میگفتم عجب. تمرینم رو میکردم میزدم بیرون، یه زنگ میزدم دیگه آشتی میکردیم. آره. همه جا از آن بلاک فلان. من اخلاق بدی که داشتم تا حالا فکر کنم تو اون 2 سال 2-3 بار پیش اومد که من بلاک کردم و بیومو پاک کردم و اینا. من چیکار کردم؟ بعد رضای جکسون اولی نشون داد. بعدش زنگ میزد میگفت چرا این کار مسخره بازی رو انجام میدی؟ منم خجالت زده میشدم. راست میگه این چه کاری بود. اما خلاصه اینم از داستان ما. بعد یه ویدیوی دیگه هم باشه واسه یه بیوگرافی، چون این دیگه فکر کنم خیلی طولانی شد. سوالای دیگه و بیوگرافی و اینا رو باز توی ویدیوی دیگه حتما باهاتون به اشتراک میذاریم. بچه‌ها لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. به حمایتتون نیاز داریم که بتونیم این ویدیوها رو ادامه بدیم و من اینو بتونم بشونمش اینجا به زور. همین دیگه، دوستتون داریم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و خدافظ.